سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم مرجع که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در این ویدیو بحث میکنیم در مورد تعریف هنر موسیقی. موسیقی یعنی چی؟ چون موسیقی یک هنر است، ما باید اول بفهمیم که هنر یعنی چی. هنر یک اثری است که ساخت انسان باشه و به خاطر خلق شده باشه که بالای هوش و احساس و عاطفه انسان ها یک تاثیر بکنه و یا یک معنی و یا مفهوم انتقال بده. 7 نوع هنر اصلی وجود داره که هنر موسیقی در جایگاه اول قرار داره. در جایگاه دوم حرکات نمایشی و یا هنر رقص قرار داره. در جایگاه سوم نقاشی و خطاطی قرار داره. در جایگاه چهارم مجسمه سازی و معماری قرار داره. در جایگاه پنجم ادبیات نویسندگی شامل شعر و داستان قرار داره. در جایگاه ششم تئاتر و در جایگاه هفتم سینما قرار داره. خب ما گفتیم که هنر موسیقی در جایگاه اول 7 هنر اصلی وجود قرار داره. موسیقی چی است؟ موسیقی بیان و انتقال احساسات انسان است که توسط ملودی، هارمونی و ریتم بیان میشه. مثلا اگر من احساسات خود به شکل که آل گپ میزنم بیان میکنم، این فرق داره با موسیقی، چون ما وقتی که نرمال گپ میزنم با ملودی و هارمونی و ریتم صحبت احساسات خود بیان نمیکنم. وقتی من احساسات خود همراه ریتم و هارمونی و ملودی بیان میکنم، ما به حساب موسیقی میکنم، یعنی آهنگ میخوانم. همین تعریف موسیقی است به نظر من. و انواع و اقسام موسیقی وجود داره. مثلا بلوز، موسیقی بلوز، موسیقی هپ هاپ، موسیقی پاپ، موسیقی جاز، مثلا موسیقی فولک، موسیقی روک و موسیقی سول و غیره و غیره. موسیقی که در افغانستان رواج است موسیقی فولک یا موسیقی محلی می باشه، غزل است، کلاسیک، پاپ و خواندن موسیقی های نوع تصوفی می باشه. هنرمند کی است؟ هنرمند به نظر من یک مبارز و انقلابی است و هدفش است که سنت های که در جامعه پسندیده نیستن اونا رو بشکنانه، مردم ها رو به یکی دیگه پیوند بده از طریق موسیقیش، شعور و آگاهی مردم بالا ببره از طریق موسیقی و محبت و دوستی رو بین مردم ها و اقشار مختلف ترویج بده. به نظر من هنرمند یک عاشق است، نه تنها که عاشق زیبایی ها، همچنین عاشق زیشتی ها می باشه، بخاطر از اینکه می خواهد همراه موسیقی و خوبی های موسیقی زیشتی ها رو بپوشونه و اونا رو به طرف خوبی ها سوق بده. هنرمند تحول زور جبر نداره. اگر یک کاری به او تحمیل میشه، باعث از این میشه که افسرده شود، مریض شود و دیپریشن بگیریش. دوستای عزیز، این بود ویدیوی کوتاه امروز من. امیدوار هستم که ما یک چیز نو آموخته باشیم و جای داره که از دوستای من بسیار زیاد تشکری کنم که دوستای نازنین من کامنت های مقبول میتن، من تشویق میکنن و این باعث از این میشه که من زیادتر وقت بگذارم بالای ویدیوها و موضوعات جالب و آموزنده بر شما دوستای عزیز تهیه بکنم. اگر شما از این نوع ویدیوها خوشتان میاد و تا حال این کانال رو سابسکرایب نکردین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، با دیگه دوستا شیر کنین تا که هر کس بتونه از ویدیوها استفاده خوب بکنه.
در قسمت کامنت ها شما میتونید که سوالاتتان رو مطرح کنید. من بسیار خوشحال میشم که بتونم به سوالات شما دوستای عزیز پاسخ بدم. تا ویدیوی بعدی شما عزیزا را به خدا میسپارم. بای بای.